حالتون چطوره؟ من فاطمه، به چنل من خوش اومدین. خیلی وقت بود اول ویدیوامو اینجوری شروع نکرده بودم. خب امروز اومدیم با هم دیگه ریاکت بریم و اگه سرکن نخندی دیگه داشته باشیم با ویدیوهایی که پوتک باهاشون توی چنلش ریاکت رفته و خیلی خنده دار بوده. حتی از خنده اونم من خندم میگیره و این امکانش وجود داره. از اونجایی که خیلیاتون گفته بودین اینی که آب از دهنت میریزه بیرون فلان و اینا، نگه ندار چندش فلان اینا، ما گفتیم چشم این کار رو انجام نمیدیم. پس بدون مجازات آب هست، بدون مجازات خیس شدن هست. و اینکه مثل همیشه یادتون نره که بگین کدوم ویدیو براتون خنده دارتر بود. توی کامنت ها حتما بهم بگین. زودتر سریع بریم که ویدیو رو شروع بکنیم. میدونی چی دیدم؟ خواهر علیو دیدم سر چهارراه وایستاده بود داشت قیمت میداد. گفت ساعتی 100 بعد سوار یه ماشینه شد رفت. همین علی خودمون؟ آره فقط الان داره میاد. تابلو نکنی. نه بابا مگه دیوونه؟ بچه‌ها سلام. سلام چطوری علی؟ خوبی؟ به داشت علی خارکوسی. اصلا تابلو نکرد. این مثل دوستای منه. مثلا یه جایی که نشستیم بهشون میگم بابا مثلا فلانی و بهت یه چیزی میگم بر نگردی نگاه کنی، یا مثلا دارم وقتی اینو برات توضیح میدم به طرف نگاه نکنی. باشه تو خیلی راحت تو بگو. آره اینجوری اونی که اونجا هست میبینی نه چیکار باید کرد با این افراد؟ باید از پنجره انداختشون بیرون. با خیلی رو مخ آقا وقتی میگی نگو دیگه. وای بریم یه بعدی. اون چیزی که خوش میره تو خیستر میاد. نمیدونم. صرف میره تو شولر. پوریا پوتک تو میدونی جوابو؟ بیرنگ میره تو قرمز در میاد. اینو تو جازه نبودا. همین مونده تو به من بگی. سرد میره تو داغ در. خانم من رئیس این سازمان هستم. اگه با من ازدواج کنی دیگه نمیخواد تو صف شیر وایسی. شما مجردی؟ نه من 3 تا زن دارم. تو صف شیر وایسم بهتره تو صف. آره هر طرف خواستی بزن فقط دست به دنده نزن که حرکت میکنی. 25 تا ادیسون کیه؟ اگه حواست به درس کیه؟ نمیدونم. اولیو که دیدم تا آخر ذهنمو مشغول کرد. شما میدونین چی بود جوابشون؟ من که نمیدونم، به من مربوط نیست. این ویدیو رو شما میفرستین واسه من. آره خلاصه نمیدونم، اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه. بریم ویدیو بعدی. آقا این دختره پیام داده فانتزیم اینه وسط پیشونیمو بوس کنی. دهنت سرویس از این ببر. چرا؟ به دست آوردن وسط 1 دقیقه و 37 ثانیه میدونی چرا؟ وای حرفی ندارم واسه گفتن قطعا. بریم ویدیو بعدی. سلام جناب. سلام بفرمایید. مرغ برزیلی هم داری؟ جناب من چه میدونم کدومش برزیلیه. خودت نگاه. این که مشخص تایلندیه، این هلندیه، این برزیلیه. چهره خودت هم خیلی آشناست. بچه کجایی؟ ماشاءالله تو که خودت خیلی واردی. بیا نگاه کن ببین کجایی هستن. وای برگاه. من مگه اومدی هندمونه بخری؟ حالا خوبه نزدی روش. وای خدایا خسته شدیم. من قسم دیدیم دیگه. بسته دیگه بابا خسته شدیم دیگه. ولی بر چه اساسی تو تشخیص دادی؟ بر چه اساسی؟ بریم ویدیو بعدی. حاجی اسم این حرکت چیه؟ گویی به آسمان. اما رفته تو خلصه ناموسن برای تقویت کون خوبه. حاجی کل این پاک رو شیشن رکس میزن اینجوری اسبی میزنه ما رو گرفته. جدید
لاپایی ممتاز. حالا بنویسن هر طور مایلی، هر کی هر کار دلش میخواد میکنه. اون یکی رو نگاه، راننده کشتی ناموسه. میگه داره کشتی رانی. راست میگه. کل این پارک رو شیشه بودن. ساقیشون هم از یه جاست. قشنگ مشخصه یه پارکه یه ساقی چند. وای خیلی خوب بود. وای خیلی خوب بود. میگفت لابای ممتاز. صداشو کم کنیم. میخواین رو نگاه کنیم. وای بریم ویدیو بعدی. آمریکا پیام هر بسیجی حمله به ساندویچی، پیام هر بسیجی حمله به ساندویچی. تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت مبارک. من اینجا خاک کوریدم تا آب اومد بیرون. جای دیدی زمین نمه بخارونین در میاد. اینقدر اینا انسان خوبن، میبینن من براشون آب پیدا کردم منو نمیگسن. به قرآن نگاه کن اصلا کاری به من ندارن. منو اینا نگاه کن یه جای وای 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 یه دونه الان اشتباه کرد. ببین بچه خوشگل، اگه بگیرمت با موهای تماغم اعدامت میکنم. داداش اونا حیوونن. اونا زنبورن. اونا حشرن. میگم حیونا حشرن. اونا میگه یکیشون اشتباه کرد. فقط منتظر بود تو اجازه بدی. بریم ویدیو بعدی. ظرف ویسکی داییم گم شده. مادر بزرگم داره آیتون کرسی میخونه پیدا بشه. خسته نباشی. این موهایا چه باید کجه؟ اینا سر پیچ گرفتیم. بهش نگو نباشی میمیرم. بعد اون میره تو نمیمیری زایه میشه. عید قربون گوشتن قربونی میکنی به خاطر اعتقاداتت، باز با دلجیگرش میدی عرق میخوری. سلام دوستان، امروز میخوام براتون یه رپ بخونم. یو دست خیر. خدایا عید قربان نزدیک، خودت میدونی ما پول نداریم گوسفند بخریم، ولی همه یه دونه باجناق به درد نخور مفخور داریم. اگه دستور بدی کل ایران برای تو قربانی میکنن. حضرت عباسی بیا دیگه، رفیق تو ماشین زده با سر خورده به جذب، فکر کنم ضربه مغزی شده. نه ضربه مغزی نمیشه. تو از کجا مطمئنی؟ مغزش سر کی؟ حقیقتا لپام درد گرفت. اون پسر فقط که میگفت تو نمیمیری زایه میشی. راست میگه. خب زایه میشی، اما وقتی زایه میشی آفرین. تو همون نیستی که با اکس منو که شدی؟ چرا خودمم. چطور مگه؟ بگو ببینم دختر دست دوم چطوری، خوش میگذره؟ والا 5 سال به بعدش آکمن بود. دوستت دارم عشقم. منم دوستت دارم عزیزم. قول میدی به هم هیچ وقت دروغ نگی؟ قول میدم عشقم، قول میدم دروغ نمیگم. خب حالا سارا کیه؟ امیر کیه؟ دوستت دارم عشقم. خب سننت. واقعا تو همین یه سر که منو دیدی عاشقم شدی؟ آره عزیزم، تو واقعا خوشگل‌ترین دختری هستی که تو عمرم دیدم. ولی من فکر می‌کنم تو فقط می‌خوای منو بکنی. و باهوش. ببین ما الان 3-4 بار با هم دیگه رفتیم بیرون، خوردیم، خوابیدیم، پارتی کردیم و این داستانا. یه تایمی میدی به؟ چه تایمی ازم میخوای؟ چه قراره من تو رو بکنم؟ ببین نامزدیمو به خاطر تو به هم زدم، اینقدر دوستت دارم. آها. آره ببین یادت الکس اون موقع میگفتیم که بچه دارشیم اسم بچه‌مون رو یه چیز خوب بذاریم؟ چی بذاریم اسمشو؟ مادر جنده. خیلی تو بی‌تربیتی. خیلی. وای برگام پیشون.
خب یه جایشو راست میگفت دیگه. الان جدیدا اینجوری نمیشه برگردیم تا این 60 اینا، نمیشه. اوضاع خیلی خیته، اوضاع خیلی خیته. وای نفسم بالا نمیاد، اینجا گلوم درد گرفت، انقدر تحمل کردم صدام رفت. وای خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، گرمه. قوی ترین دخترم که باشی یه وقتایی دوست داری پاهاتو بذاری روشونه، سرتو بذاری روشونه یکی و بهش تکیه کنی. راست شد، راست گفت. وای پرگام خیلی خوب بود، خیلی وای نفسم بالا نمیاد، اینجا گلوم درد گرفت، انقدر تحمل کردم صدام رفت. وای خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، گرمه. شما مامانت زنبونه؟ آخه خیلی عسلی، قربونت برم. میترسم زیاد ماچت کنم قند بگیرم. قربونت برم، تو خیلی شیرینی. خیلی خوبه این پسر، اسمش چیه؟ خیلی بامزه سن سرویس، خیلی خوبه. بعد روشی که میزنه، سایه‌اش، جوری که موهاشو درست میکنه، جوری که برای خودش دم و دستگاه درست میکنه، خیلی باحاله، دمش گرم. خب اینم از ویدیوی امروز، امیدوارم که لذت برده باشین، به اندازه کافی خندیده باشین. اگه دوست دارین بیشتر بخندین پس حتما چنل منو ساب داشته باشین، زنگوله رو فعال کنین که هر وقت ویدیو گذاشتم زودتون سریع بیاین ویدیو رو نگاه بکنید. و مثل همیشه لایک، کامنت و شیر این ویدیو یادتون نره. کامنت حتما برام بذارین، اگه انگلیسی باشه که بهتره، ولی اگر فارسی هم بود مشکلی نداره. و اینکه حتما توی ویدیو بهم بگین که از کدوم ویدیو بیشتر خوشتون اومد، کدوم ویدیو بدتر بود، کدوم ویدیو خنده‌دارتر بود. به نظر من که ویدیو فکر کنم بعد ویدیوی پوریا پوتک اون پسرم الکسه خیلی سم بود، اصلا میزان سمیتش خیلی بالا بود. شما به من نظرتون رو بگین توی کامنت ها. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار، مواظب خودتون باشین.